سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امروزه در جامعه یک درد هست که وقتی که توجه میکنید مقصد نامه ها و شکایت ها از طرف خواهران زیاد میشه درباره زندگی. بسیار از خواهران هستند که قصه ها میکنن، از زندگی تلخی خود بیان میکنن. بعضی جوانان را میبینی از زندگی تلخی خود بیان میکنن. بعضی جوانان نظر میکنی میگه که من دیگه نمیخواهم زندگی کردن، زن گرفتن نمیخواهم، به خاطر که زنی عالم هم گرفتیم، زنی به اصطلاح حاضر بگیم زنی قاری هم که گرفتیم، دختر قاری هم گرفتیم، دختر دانا هم که گرفتیم، اون ما را گوش نمیکنه، بر ما اهمیت نمیده. به این خاطر از یگام تاش نمیخوام میگه که از تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما دور اومدگیم. اسلام معنی نمیکنه که زن باید نخونه، زن دانا نشه. نه، اسلام همیشه طرفداره که زن بهترین باشه، دانا باشه، زیرک باشه، بخونه، هم دختری هم دانشمندی، همین که پخت و پز، همین که دوزنده باشه که تو اینکه دانا شود زنه. اسلام این هم طرفداره. نه که تعلیم پیامبر نگاه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله به خونهش داخل شد، در قصه نگاه میکنیم خونه فاطمه رضی الله عنها، گفت که علی در جای داماد ما، گفت که بیرون رفت. گفت بچه خاطر؟ گفت به خاطر که بین ما کمتر گپامو گرفت. رسول الله صلی الله علیه و آله در چهرهش دیگرگون شد. یک انسان فریاد زد، گفت علی را فریاد کنی. حضرت علی رضی الله عنه در مسجد بود. بعدا او جوان را حضرت علی رضی الله عنه را فریاد کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سوی فاطمه چی گفت؟ ای فاطمه، گفت اگر قسم به خدایی که من آفریده است، اگر در همین لحظه خدا جان تکی بگیره، من بر تو جنازه نمیکنم. رضا او زوج رضا الله، رضاگی همین شوهر رضاگی پروردگار و غضب زوج غضب الله، غضب شوهر غضب الله. یکی فاطمه پیش از این که علی حضرت رضی الله عنه از خونه که برای فاطمه از او بخشش پرسیده بود، نه که رسول الله صلی الله علیه و آله چی ناراحت شد به خاطر که او چکوکا شوهرش احترام نکرد. امروز اکثر خانواده را نگاه میکنید چی در تلویزیون، در رادیوها، در همه جا میبینید زندگی تلخ بسیار از طرف مادرها میشه و از طرف پدرهای دختر میشه. دختر میرن به اجازه شوهرش میگیرن، میگن طلاقش میتی دیگر. نه، اگر ما پیروی پیامبر میخوایم پیامبر شفاعت میکنه. این گونه رفتاری که ما میکنیم رفتار پیامبر نیست، بلکه دختر تا بشنو نصیحت کو. این سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، سنت اسلام نیست که تو دختر تا بگیری به خونت بری یا در قد کوچه دختر وروی اخچه نشونده. ما دانشگاه خوندم، ما دیگر به این نمیشه. خواهران عزیز، زندگی پستی و بلندی داره. همه خونه با خودش گپ داره، همه خونه با خودش یک مشکل داره. یکی پیامبر به دخترش چه تعلیم داد؟ پیامبر میتونست دخترش آیا حضرت علی ورورا دادیکا گسته میتونست پیامبر، نه که پیامبر این کار نکرد، بلکه تعلیم داد دخترش، سرزنش کرد که احترام که شوهرته، که من بعد امت او چیکار کنن؟ نصیحت بیاموزن، رفتار زندگی را بیاموزن. امروز اکثر مشکلات بین زن و شوهر پدرها و مادرای بگیم که عده طرفه جزیر میکنن. به این خاطر خدا همه ما را هدایت کنه که راه زندگی را طبق گفته رسول الله صلی الله علیه و آله بیاموزیم.